دوستان عزیزم سلام. برای شما بهترین ها را آرزو می کنم. این یک نکته طلایی است که در زندگی باید همه آن را بدانیم و رعایت کنیم. به هیچ کس وابسته نباش، به هیچ کس اعتماد نکن. بزرگترین سیاست سکوت است. از تنهایی خودت لذت ببر. هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. همیشه کمتر از دانشت حرف بزن. گذشته رو مرور نکن، فقط ازش درس بگیر. وقتی خسته ای تصمیم نگیر. آرامش رو با هیچ چیز عوض نکن. هرگز خودت رو برای راضی کردن دیگران تغییر نده. آرزوی سلامتی برای همه شما دارم.